بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك یا ارحم الراحمین. بینندگان عزیز بزرگوار شبکه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه دیگر با شما هستم. در برنامه دیگر از برنامه‌های انس با قرآن با شما هستم امشب و به حول قوه الهی موضوعمون کما فی السابق به صراط مستقیم در قرآن کریم میپردازیم. آن چیزی که عمده مفاهیم قرآنی را در بر میگیرد. قبل از شروع و وارد شدن و شنیدن تلاوت این تلاوت‌های زیبا از این آیات، نشید را یا سرودی را که درباره قرآن دوستان تهیه کردن بشنویم و برگردیم. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بله، با سلام مجدد. با قرآن هست که میتوانیم در صلح و صمیمیت و آشتی و آسایش با همدیگر زندگی کنیم. این مفهوم کلی این نشید و سرود زیبای قرآنی است. دوستان، همونطور که اتاق فرمان اعلام کردند، بنده در خدمتتون هستم کما فی السابق مثل هفته قبل با معنا و مفهوم صراط مستقیم. البته معنا و مفهومی که خود قرآن میخواد، نه ما بندگان قاصر و عاجز بخواهیم از اون داشته باشیم. اختلاف فهمها و بینشها باعث شده که مسلمانها را به اینجا بکشاند که هر کدوم تفسیری برای خودشون و توجیهی و برداشتی از قرآن داشته باشند، به طوری که شخصی که تکفیر میکند دیگری رو از قرآن بفهمد و قرآن را حجت کنه و قرآن را دلیل کند، و اونی که از خودش دفاع میکندم همینطور از قرآن حجت و دلیل بگیرد. این بسیار جای تأمل هست برای ما امت اسلامی در عصر علم، در عصر تکنولوژی، در عصر آزادی بیان و فکر و اندیشه. بگذارید گفتمان واقعی و گفتگوی حقیقی و آزاد ما با یک منشأ علمی، با یک اصول دینی و آزادی باشه که قابل اجرا باشد، قابل فهم باشه، قابل قبول باشه برای همگان. این که من یک آیه را علم کنم و حجت کنم و پیش کنم و برداشت خودم را از اون بر دیگران تحمیل کنم، این بزرگترین اشتباه و انحراف در مسیر فکری و فرهنگی
جامعه اسلامی است که امروز متاسفانه داره فراگیر میشه، به جایی که حتی نه تنها عوام الناس، نه تنها کسانی که از علوم دینی بیگانه هستند، بلکه حتی کسانی که قلم به دست گرفتند و از مفاهیم دینی و قرآنی می نویسند برای جامعه، کسانی که خود را متصدی فرهنگ جامعه می دانند، کسانی که خود را متصدیان فکر جامعه و دعوت دیگران به دین خدا می نامند، هم در بسیاری از اوقات با این چالش و با این مشکلات روبرو هستند. به خاطر اینکه بهترین راه و روش را برای تصحیح مفاهیم دینی و قرآنی در پیش بگیریم، این برنامه را بنده پیشنهاد دادم، انس با قرآن. اگر واقعا ما به دنبال راه حق و حقیقت باشیم، قرآن به اتفاق امت اسلامی صراط مستقیم هست و لذا در اولین سوره و مهمترین سوره قرآنی که همه مسلمان ها از بچه های خردسال گرفته تا پیرزن ها و پیرمردهای بی سواد، تا فرهنگیان، تا علما، تا دانشمندان، تا دانش آموزان، همه و همه حفظ هستند، از بر هستند، روزانه آن را میخوانند. سوره فاتحه، سوره حمد، سوره‌ای که به ام الکتاب و ام القرآن معروف هست، در دو آیه آخر، ششم و هفتم، دو بار صراط مستقیم تکرار شده، اهدنا الصراط المستقیم، و تفسیر آن صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که بر آنها انعام کردی، نعمت ارزانی داشتی. این نعمت را در تفسیرش در سوره نساء آمده است، الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. دوست دارم مشارکت های شما بینندگان عزیز را بشنوم. شما تا به حال وقتی قرآن میخواندید، وقتی به خصوص سوره فاتحه میخواندید و میخوانید در قرآن، در نمازتون، در خارج از نمازتون فرق میکنه، وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم، چه احساسی دارید؟ چه تمنا و آرزویی دارید؟ آیا واقعا احساس طلب میکنید از این جمله؟ وقتی میگید اهدنا الصراط المستقیم، چه آرزوتون هست اون لحظه؟ چی میخواهید از خداوند بزرگ و خداوند منان و خداوند متعال؟ چی میخواهید از رب عالمینی که این جمله را به عنوان بهترین دعا گزینش کرده و در میان جمله های نیایش و دعاهای قرآنی این را در سوره فاتحه قرار داده، تا اینکه من و شمای مسلمان حداقل 17 بار در نمازهامون در شبانه روز تکرار کنیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط چی میتونه باشه که ما همیشه از خداوند عزوجل، از پروردگار یکتا و باری تعالی، از اون منان، از اون کریم، از اون صاحب فضل و جود و کرم میخواهیم که ما را به اون هدایت بده؟ این صراط چیه؟ این صراط چیست؟ کجاست و چگونه باید بر آن زندگی کرد؟ جهت اطلاع فقط بهتون میگم، یک آیه، این آیات رو میشنویم و برمیگردیم به توجیهاتی که لازم باشه در خلال این سوره بشنویم انشاءالله. یک تلاوت از سوره آل عمران که در آن از لطفاً اتاق فرمان این آیه را پخش کنن. بله. بله بفرمایید.
عمران و کیف تکفرون و انتم تتلى علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. یک عتاب و سرزنشی کوتاهی است بر اهل کتاب، چون آیات ما قبل خطاب به اهل کتاب اگر توجه کنید، کسانی که معاصر با دین خدا بودند، در کنار پیامبر خدا زندگی می‌کردند، آیات قرآن را میشنیدند از زبان پیامبر و عربی را میفهمیدند و با آنها زندگی میکردند. خداوند عزوجل اونها را عتاب قرار میده که فکیف تکفرون، چگونه شما کافر میشوید در حالی که آیات الهی که همون قرآن کریم باشد، آیاتی که بر شما تلاوت می شود و رسول خدا، آیات الهی بر شما تلاوت میشه و رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میان شما اون رو توضیح میده. و من یعتصم بالله، کسی که به الله اعتصام کند، اعتصام به الله سبحانه و تعالی یعنی توحید را رعایت بکنه، اوامرش را به جا بیاورد و از نواهی و آنچه که نهی کرده دوری کند، یعنی حق عبادت و حق توکل را به تعبیر مفسرین به جا بیاورد. اگر که این چنین باشد، پس این انسان به الله اعتصام کرده، یعنی عبادت را انجام داده و بر الله توکل کرده است. این شخص بر صراط مستقیم است، هدایت شده، فقد هدی الی صراط مستقیم. این یکی از تفسیرهای زیبای قرآنی از صراط مستقیم هست که جا داره انسان مؤمن و مسلمان بر آن تفکر و تدبر و تعقل کنه. البته آیه ما قبل آن من عرض کردم که چند آیه درباره اهل کتاب هست. قل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله، قل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله، یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله. عتاب بر اهل ایمان هم هست، عتاب بر اهل کتاب هم هست. که چرا؟ مفهوم صراط مستقیم یا لفظ صراط در قرآن کریم جهت اطلاع 45 بار تکرار شده. 45 بار صراط، کلمه صراط یا لفظ صراط در قرآن کریم تکرار شده که اولین آن در آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم، در آیه 6 سوره مبارکه الفاتحه است. کاملترین معنا و مفهوم در این آیه است و لذا در صدر قرآن قرار گرفته و مؤمن و مسلمانی که نماز میخونه یا در خارج از نماز این آیه را، این سوره را تلاوت میکند، یکی از مهمترین عبارتها و جمله هایی که میخونه این هست: اهدنا الصراط المستقیم، بارالها ما را به راه راست هدایت کن. راه راست، این راه راست در مفاهیم کلی همه چی را در بر میگیرد، چه در بینش و فکر و عقیده انسان باید موحد باشه، چه در اندیشه انسانیش انسان باید مثبت نگر باشد، همه را دوست بدارد، به انسانها و بشر و همه چیزی که خداوند آفریده احسان و خوبی بکنه، آنها را دوست بدارد، بر آنها رحم و مروت بکند و اگر امکانش دارد به همه خدمت بکنه، چون همه اینها آفریدگار الهی هستند و نیازمند یکدیگرند و در گفتار باید بهترین الفاظ را انتخاب کنه
تا اینکه محبوب همگان قرار بی. و قولوا للناس حسنا، این فرمایش الهی و دستور صریح قرآنی هست. و قولوا للناس حسنا، به مردم خوبی بگید. از الفاظی که رکیک و زشت و نازیباست و باعث دلخوری و رنجش میشه استفاده نکنید. حتی اگر فرزندان خودتون باشند و وقت سرزنش و عتاب هم باشه، باید جمله‌ای و عبارتی به کار گرفت تا اینکه بیدارش کنید، نه اینکه او را سر بخور و ناراحتش کنید. این در گفتمان هست، حتی نسبت به دشمنان، حتی نسبت به کسانی که به شما بدی می کنند. قرآن فرمود ولا ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حمیم. با کسی که بهت بدی کرده بدی نکن. ادفع بالتي احسن یعنی به بهترین روش اون رو چکار کن؟ دفع کن. اسلام شعار لعن و نفرین و مرگ و امثال اینها را در فرهنگش ندارد. این فرهنگ اسلامه. فرهنگ اسلام فرهنگ دوستی و محبته. دوستی و محبت، پیام آزادی، پیام انسانی، پیام مروت، پیام رحمت به همراه دارد. در اخلاق و رفتار به دیگران حق ندارید که ظلم و ستم روا دارید، حقشان را به ناحق بگیرید، آنها را کتک بزنید، آنها را زجر بدهید، شکنجه بدهید، آنها را نابود کنید و از بین ببرید. این فرهنگ اسلامه و قرآن سراسر تأکید کرده بر این مطلب. این راه مستقیمه. این برداشتی که صراط مستقیم در قرآن میشه و اگر شما غیر از این سراغ دارید بفرمایید تا با هم دیگر اون را در خلال آیات قرآنی با هم به مناقشه بگذاریم. جالب اینجاست که چون انسان همیشه به دنبال الگو و اسوه هست، دومین موردی که قرآن از صراط ذکر و یاد می کند میدونید چیه؟ تفسیر صراط به رهروانش هست. صراط الذین انعمت علیهم، بارالله ما را به راه راست هدایت کن، راه آنانی که بر آن انعام کردی، نعمت ارزانی داشتی، مکرمشون کردی، گرامیشون داشتی. چون انسان به دنبال سعادت و خوشبختی و آسایش است و بهترین آسایش و خوشبختی اینه که خداوند عزوجل، پروردگار یکتا، الله متعال اون را دوست بدارد و گرامیش بدارد. بهترین انسانهایی که در دنیا گرامی داشته شدن از جانب الله سبحانه و تعالی کیا بودن؟ انبیا، و صدیقین و شهدا و صالحین. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. پس انسان اگه میخواد خوب زندگی کنه، سیرت این بزرگواران را بیاموزد، بخواند، مدارسه بکنه، میتونه درس زندگی و روش زندگی و روش آیین زندگی بیاموزد. با برنامه خودتون هم از شما تلفن میتونید تماس بگیرید. اگر شماره اتاق فرمان لطف کنن شماره تماس هم بذارید ممنون میشم. بله. سومین موردی که قرآن کریم در صراط مستقیم به آن اشاره کرده آیه 142 سوره مبارکه
آل عمران بقره هست که در آنجا من این آیه رو انشالله سرچ میکنم و با هم تلاوتش رو ابتدا میشنویم. آیه 142 البقره. اگر که لطف کنن ممنون میشم. با صوت زیبای ناصر قطامی میشنویم. اگر که شما دقت کرده باشید در اولین آیات اولین آیات جزء دوم در سوره بقره سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر که این آیات رو دوباره از قرائتی دیگر بشنویم ممنون میشم. مطابق فرمان. بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم. این آیه در سوره مبارکه آل عمران در سوره مبارکه البقره در خلال یک داستان زیبای تاریخی است. این داستان از این قراره: زمانی که قبله مسلمان ها از بیت مقدس به مکه مکرمه، کعبه مشرفه، تغییر پیدا کرد، خب یهود و عده زیاد از منافقین یک جنگ تبلیغاتی را انداختند، شایعه پراکنی کردند که ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها، که یعنی چی باعث شد که اینها قبلشون رو عوض کنند؟ چرا قبله‌ای که به طرف بیت مقدس بود چش بود بگن؟ قل لله المشرق والمغرب. این دین خداست، بازیچه دست این و اون هم نیست. خداوند حکمت اقتضا کرده، شرق و غرب هم از آن الله است. یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم. خداوند برای تغییر و تبدیل آیین دینداری و چرخش آن زمانها و فرصتهایی را مهیا کرده است که الان زمانش رسیده بود. کعبه قبلگاه موحدان در تاریخ بشر بوده و بعد از اون بیت مقدس تأسیس شده و عده‌ای در اونجا بودن و بعد دوباره برگشته به سر جاش. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این سوال ممکن امروز برای خیلی از مردم در امت اسلامی پیش بیاد که نوع عبادت ها آیا میشه اجتهادی باشد؟ میشه هر که هر چی دلش میخواد بارگاه بسازد و برای خودش مسجد و بارگاهی بسازه و در اونجا عبادت بکنه، به هر طرفی میخواد عبادت بکنه و هر جا میخواد قصد عبادت بکند؟ یا اینکه همه چیز باید با نصوص قرآنی باشه، باید
محکم به دین و شریعت خدا و رسول باشد، یعنی ادله داشته باشه، مستند باشد، دین تراشی به وجود نیاد. همونطور که در امت امروز میبینیم فرهنگی دین گسیختگی و فرار از دین به انواع مختلف وجود داره و یکی از اونها بدعت پروری است. که تعمدن توسط عالم نماهای جاهل در جامعه ترویج پیدا میکنه. یک کاری انجام میدن و برای این کار آیات و روایات ردیف میکنن و مردم که ناآگاه هستن قبول میکنن، میپذیرن، حالا که واقعیت چیز دیگری هست. خداوند عزوجل عتاب و سرزنشش بر اهل کتاب در مدینه منوره این بود که این دین خداست. خداوند اقتضا کرده حکمتش که الان مسلمان ها و امت آخر و امت قرآن و امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبلشون به طرف کعبه باشد. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. و اگر دقت کنن، توجه کنن، خود اهل کتاب پی میبرند که بانی کعبه ابراهیم خلیل هست با فرزندش اسماعیل علیه السلام و در طول تاریخ هم معظم و مکرم بوده. اما این که چگونه عوض شده و قبلگاه به بیت المقدس منتقل شده در تاریخ انبیا که بعد از ابراهیم و اسماعیل از سلاله اسحاق بودن، غالب پیامبران از نسل یعقوب علیه السلام که به پیامبران بنی اسرائیل معروف هستند از نسل اسحاق بودن و همه در اونجا ظهور کردند و بیت مقدس را گرامی داشتند و قبلشون اونجا بوده. چون امت عرب در اون برهه 600-700 سال بعد از حضرت مسیح علیه السلام راه شرک و کفر را در پیش گرفته بودند و همه کارهاشون به نام دین ابراهیم اما برخلاف دین توحید داشتن عمل میکردن، قربانی میکردن، اما برای خدایانشون، بتهایشون طواف میکردن، اما برای لات و عزا و برای خدایانی که اونجا تراشیده بودن نماز میخوندن، اما به تعبیر قرآن درش سوت و هلهله و عادات جاهلیت، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدیه، سوت زدن و کف زدن داشتن، هلهله کنان اطراف کعبه به خیال خام خودشون عبادت میکردن. چیزی که امروز مسلمان ها یا مسلمان نماهای مثل امت اسلامی سیاپوش میشن در محرم سفر، در مرقده هایی که منتسبش میکنند به ائمه بزرگوار که مطمئنن این ائمه از این کار بیزار و بیدار هستند و بری هستند، با طبل و شیپور و سن و امثال اینها خیال میکنن این کار زیبایی است و دارن عبادت میکنن. کجای دین خدا شیپور زدن و سن زدن و طبل زدن و الان دیگه موسیقی و ویالون هم بهش اضافه شده؟ خب این چه فرقی داره با اون سود و کفی که اهل جاهلیت در کنار خانه خدا و در کنار کعبه معظمه و مکرمه داشتن؟ هیچ فرقی نداره. اینجا بود که خداوند عزوجل قبله اش رو عوض کرده بود، چون آنها در آن زمان امت برتر بودند. به صراحت آیات قرآنی اهل کتاب در زمان خودشون امت برتر بودند، ولی باز هم اونجا چون اشتباه رفتن و همون مسیر جاهلیت رو طی کردن، خداوند سیادت رو از اونها گرفت و اونها را به
فرزند اسماعیل محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم داد و دین خاتم رو با محمد مزین کرد و قبلهشون دوباره به کعبه برگردان. این اقتضای حکمت الهی بود. بفرمایید تماستون رو وصل کنید. در خدمتتون هستم. بله بفرمایید. خسته نباشید استاد. ممنونم. سلامت باشید. بفرمایید. بنده برنامه خودتون معرفی بفرمایید. خودتون معرفی بفرمایید. من وحید هستم از الو. بله بله وحید از من وحید هستم از تهران. بفرمایید. برنامه شما رو کامل دنبال میکنم. بفرمایید. بعد خب چون وقتم بعد از ظهر خالیه، بله شبکه‌های مختلف رو دیدن میکنم. روی مذهب و دینم خیلی معتقدم و تعصب دارم. بله. با اینکه دیروز من یه جایی توی شبکه‌ای دیدم که یه خانم روانشناس میگفت تعصب آدمو از رشد و پیشرفت میندازه. بله. باعث میشه که کسی نتونه پیشرفت کنه تو زندگیش. بله. بعد میگفتش که دینی که تعصب کمتر داره مسیحیته. بله. یعنی اگه به ائمه‌شون هم فوش هم بدید انگار نه انگار کاریتون ندارن، آدم باید اینجوری باشه. بله. من خیلی اصلا موندم که این خانم چون خیلی باسوادن و مشاور خیلی قوی هستن، بله. من موندم چرا اینو گفت. بعد میخواستم نظر شما رو بپرسم ببینم خانم درست میگن، من تعصبم الکیه یا نه. این خانم چون واقعا که روانشناسای درجه یک شبکه من خیلی قبولش دارم خودم، ولی نمیدونم واقعا تعصباتم رو بذارم کنار که اگه من یکی به ائمه‌ام فوش بده خب قشنگ باهاش برخورد میکنم. درسته. و به دینم حرف بزنه، به قرآن حرف بزنه باش برخورد میکنم. درسته. ولی این خانم به من میگفت نه. من باهاش صحبتم کردم گفت نه اصلا متعصب نباش، تعصب جلوی شما رو میگیره. میخواستم نظر شما رو بدونم. نظر خودتون چیه آقای وحید؟ خب گفتم که من آدم خیلی متعصبی هستم، ولی خب ایشونو خیلی قبول دارم به عنوان یک مشاور روانشناس. بله. ولی خب خواستم از شما مشاوره بگیرم به عنوان یک کارشناس دینی. خواهش میکنم. چون تخصص شما بیشتره تو این مقوله. میبخشید آقای وحید شما شیعه هستید درسته؟ بله. خب تعصبتون در چه حدودی؟ یعنی شما منظورت تعصب دینی، تعصب مذهبیتون بر چیه؟ بر چه مبنایه؟ خب فرقی نمیکنه. من قرآن رو کاملا قبول دارم. بله. دینم رو قبول دارم، پیامبر و ائمه رو قبول دارم. بله. خب بله. ولی خب این خانوم به من میگفتش که کلا هر کی هر حرفی به شما زد فرقی نمیکنه. مخصوصا ببخشید اینو یادم رفت بهتون بگم. گفتن که اون افرادی که اون مذهب‌هایی که خیلی تند هستند، خب که من اینو قبول ندارم، مثل وهابیت گفت خیلی تند رو هستن، به هیچ عنوان اصلا جلوی پیشرفتی که میگیرن هیچی باعث به روحیاتت صدمه بزنن، سمتش اصلا نباید بری. بله. خیره. اصلا دربارش مطالعه بکنی. من بهتون پاسخ میدم. ولی معنا و مفهوم صراط، شما قرآن رو میخونید و قرآن هم تعصب دارید، خیلی خوبه. ولی بحث اینجاست که آقا وحید شما وقتی که میگید اهدنا الصراط المستقیم چی برداشتی دارید ازش؟ تماسشون قطع شد زادن؟ بله. بله. خیر است. خب اگه اجازه بدید به صحبت شیخ عبدالرزاق دولیمی این تلاوت رو بشنویم برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بله، این هم از تلاوت زیبایی که در آیه 142 و 143 سوره مبارکه بقره خوندیم و دانستیم یکی از مواضع، یکی از موقعیت هایی است که قرآن در آن از صراط مستقیم سخن گفته. صراط مستقیم در نوع عبادت، طریقه عبادت، روش عبادت. ببینید امروز اگر به یک انسانی خودشون گفتن دیگه، مثل آقای وحید متعصب به دین و آیین و قرآنش و ائمه‌اش، بگیم آقای وحید شما درست نیست که برید به سر سینه بزنید، خودتون را پر از خون بکنید، سرتون را، سینهتون را به خون بیارید، به درد بیارید، به قصد اینکه میخواد ثواب بگیرید. این درست نیست از نظر دین و شریعت. میگه نه خیر، این درسته. خب اینجا برای اینکه ما بتونیم به یک راه حل درست برسیم، بگیم که آقا حرف من درسته یا حرف شما، یه حکمیتی باید اینجا باشه، یه چیز باید باشه قضاوت بکنه. اون چیز کیه؟ قرآنه. به صراحت بهتر از قرآن گیر نخواهیم آورد، چون اگر بریم پیش آیت الله و حجت الاسلام به شما حق میدن، اگر بریم پیش شیخ و نمیدونم مجتهد اهل سنت به من رأی میدن. ولی برای اینکه ما از این اختلافات بیایم بیرون، این تعصبات رو بذاریم کنار، میگیم آقا وحید با هم بیایم قرآن رو گوش بدیم. چه چیز باعث شد که یهود نخوان قبله مسلمان ها را بپذیرن؟ تعصبشون نسبت به اون مبدئی که براشون بود. آبا و اجدادشون به طرف بیت المقدس عبادت میکردن، حاضر نبودن از اون دست بکشن. قرآن بهشون فرمود که یهدی من یشاء، قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. این که انسان تعصب داشته باشه با دلیل و حجت، این بهش تعصب نمیگن، این التزام تدین هست. حس شما نسبت به دینداری است، این محموده، این درسته، پسندیده است. اما اگر از روی جهل باشه، من هیچ دلیل رو ندارم، دیدم بعد همه مردم دارن میرن به امامزاده، منم میرم، منم سیاه پوشم میرم. دیدم که حاج آقا بالای منبر داره خودزنی میکنه و قمم میزنه و سینه میزند و مردم را میشوراند، خب منم میکنم. آیا این روش درستیه؟ چون دیگران میکنن منم باید انجام بدم، چون دیگران میزنن منم بزنم؟ چون این روش درست نیست. ما اصل داریم و اون اصل قرآن هست. اون چیزی که صراط مستقیم را، راه راست رو به ما نشون میده کجاست؟ قرآنه. بفرمایید آقای ابراهیم، بفرمایید. سلام استاد. علیکم السلام و رحمت الله. شبتون بخیر. سلامت باشید. بفرمایید. استاد یه سوالی دارم، خواستم بپرسم کسی که از صراط مستقیم به دور میشه و اهانت میکنه به قرآن و قرآن و فرستاده ابلیس شیطان میدونه و تو قدم بعدی بی احترامی میکنه به خلفایی که مورد احترام ما مسلمان هست و خودش یه روز مسلمان بوده، این حکمش لحاظ فقهی چی هست؟ بله.
میشه همینجا بپرسم که سوال بعدم خدمت عرض بکنم؟ این انسان گمراهه. به تعبیر سریع قرآن، به تعبیر سریع قرآنی، من خارج در قاعده فقهی اینجا بحث نمی کنم، چون اینجا بحث قرآنی آقا ابراهیم، اینجا بحث قرآن. و من قرآن میفرماید که هر کس غیر این باشه چیه؟ گمراه هست، مضل هست، ضال و مضل. بله. خب بعد ایشون جز مرتدین حساب میشن دیگه. نمیتونیم حکم مرتد بهشون بدیم مگر اینکه اتمام حجت بشه براش. آخه ایشون صراحتاً برمیگرده کتابی هم چاپ میکنه به اسم آیات شیطانی و میگه این آیات قرآن به نام شیطان، از طرف شیطان صادر شده و به اسم آقای سلمان رشدی 3 دهه قبل 4 دهه قبل، ولی متاسفانه از سمت جماعت اهل سنتی که ما هم جز اهل سنت هستیم هیچ وقت محکوم نشد به حکمی و این جای تاسف داره واقعا. من جلوی شیعیان بعضی موقع آقای ابراهیم من یه سوال متقابل از شما میپرسم. آقای ابراهیم عزیز، بفرم. اون همه اهانت هایی که امروز از طریق کتاب ها و نشریات و رسانه ها بر علیه پیامبر و همسران پیامبر و اصحاب پیامبر میشه نادیده گرفتیم. الان به یک نفر چسبیدیم که معلوم نیست سراتش کجاست و داره کجا پنهان شده و این دسترسی هم بهش نداریم. حالا محکوم کردنش، تکفیر کردنش، نمیدونم الی آخره، چه سودی برای امت اسلامی داره؟ من و شما به عنوان اینه که دیگه کسی جرئت نمیکنه با آیات قرآن توهین بکنه و دیگه کسی جرئت نمیکنه به رسول خدا و اهل بیت اون توهین بکنه. خب دیگه کسی جرئت ولی دارن میکنن. آقای ابراهیم الان دارن همین اهانت ها در تریبون های جمهوری اسلامی داره میشه. درسته یا نه؟ درسته استاد، ولی ما این دلیل نمیشه از اینم بگذریم. وقتی کسی جرأت نه ما نمیگیم بگذریم. هرگز 4 دهه از این قضیه گذشته، متاسفانه هیچ از این کلمه، از این شبکه‌هایی که به اسم اهل سنت و من بهشون افتخار میکنم که دارن ندای اهل سنت به شیعیان چی به مسلمانان دنیا میرسونن و حقوی ما رو میرسونن، چرا یک بار توی یکی از شبکه‌های اهل سنت از جمله شبکه نور که من واقعا استفاده میکنم یک بار محکوم نمیشه و یک بار اسمش برده نمیشه؟ درست. من قبول دارم جمهوری اسلامی خیلی ظلم‌ها داره میکنه، خیلی از صحبت‌ها رو میکنه، ولی چرا از آقای سلمان رشدی که تو انگلیس الان مخفی شده و تحت حمایت انگلیس و شبکه نفوذی آخونده به BBC هست هیچ وقت محکوم نمیشه؟ درسته. حق به شما میدم آقای ابراهیم، حق به شما میدم و این کار انشالله شدنی هست. بله. و ما تایید نکردیم که چرا نشده. البته از جهات که تا اون حدی که البته قضیه سلمان رشدی مال الان نیست، مال 20 سال یا 2 دهه است، 3 دهه است تقریبا. درسته؟ درسته. بله. و ایشون همچنان هم از برخی از خبرگزاری بعضی موقع میرن سراغشون، همچنان تاکید داره و کار خودش رو داره تایید میکنه و هیچ گونه عقب نشینی نداشته متاسفانه بعد از این همه سال. و جای تاسف داره که چرا ما هنوز هم نتونستیم در مقابل شیعیان یه حرفی بزنیم، حرفی برای گفتن داشته باشیم. من تو این قسمت واقعا دارم رنج میکشم جلوی شیعیان. ممنونم استاد. بله. مواردی که ما حقیقتا کمبود فهم قرآنی داریم در امت، اینکه افرادی باشند به نام امت اسلام به اسلام اهانت و توهین بکنند کم نیستن در میان عربشون و عجمشون و الی آخره. رد بر اینها خب هستن کسانی که رد میدهند و بر علیهشون نوشتند، ولی زیاد از حد اینها را شهره کردن هم شاید روا نباشه. ما وقت نیاز داریم بیشتر از هر چیز به این که امت را با همین آیات قرآنی آشنا بکنیم. یعنی وقتمون همش در رد و ردود و شبهات و نمیدونم امثال اینها، در منفی ها نباشد.
در چالش های مثبت قرآنی هم باید جلو بریم. این همه مفهوم در قرآن وجود داره که این همه اصطلاحات و واژه ها وجود داره که ما فرزندان امت اسلامی ازش بیخبر هستیم، نمیدونیم حقیقتا. یکی از این مفهوماش که الان ما سرلوحه برنامه قرار دادیم صراط هست. چی میدونیم از صراط مستقیم؟ امت اسلامی غرق در شرک هست، غرق در کفر عملی هست، غرق در نمیدونم ندا و استغاثه غیر الله، غرق در یعنی همه ابعاد زندگیش مشکل داره. بازم میگه که من الحمدلله مسلمانم. چه مسلمانی؟ کدوم آیین زندگیت رو از اسلام گرفتی؟ یکی دیگر از آیات قرآنی که روی صراط مستقیم بحث میکنه در سوره بقره باز هست. اگه اجازه بفرمایید این آیه هم بشنویم و این آیه بسیار زیباست و تقریبا شامل همه آیات ما قبل میشه و اگر خدا فرمان لطف کنن این آیه را برای ما پخش کنن ممنون میشه. بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از آیات جامع قرآنی در مبحث هدایت در زمینه‌های مختلف آیین زندگی است. قرآن کریم خیلی زیبا موضوع را باز میکنه در مورد اینکه امتها همیشه در مسائل مختلف با همدیگر اختلاف میکنند و هر کس خود را برتر میداند، هر کس خود را بر حق میداند، هر کس خود را صاحب حق میداند، هر کس میگه من بهتر میدونم و من بهتر میفهمم. اما واقعیت اینه که دیگران هم درست میگن. اگر انسان تعصب را بذاره کنار و گوش شنوا داشته باشد و ادله دیگران را گوش کنه، بشنود، اون وقت میتونه راه درست رو بیابد. قرآن کریم در این آیه میفرماید کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. امت یک مرحله بشریت یک امت واحده بودند. بعد از اینکه اختلاف کردند، بعد از اینکه به جون هم دیگه افتادند، بعد از اینکه منتشر شدند در دنیا زیاد شدند، خداوند برای هدایت اونها پیامبرانی را فرستاد که این پیامبران وصفشون این بود که بشارت بدن و انذار بدن. بشارت بدن بر کارهای خوب، بر انسانهای درست، انسانهای صالح و مؤمن، و انذار رو تهدید کنن، انذار بدن کسانی که دنبال فسق و فجور هستند و از دین و راه خدا منحرف میشن. با این پیامبران الله سبحانه و تعالی کتابهایی را فرستاد که این کتابها با میزان حق بود، یعنی از جانب حق تعالی مردم را به حق و حقیقت راهنمایی میکرد.
با این حق و حقیقت میشه بین مردم قضاوت کرد. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. همیشه معیار برای حل اختلاف و حل اختلاف بینش ها، فکرها، اندیشه ها، معیار اون چیزی که الله سبحانه و تعالی میگوید. در تمام مراحل تاریخ بشریت پیامبرانی بودند که صاحب کتاب بودند. و قل آمنت بما انزل الله من کتاب. این یکی از خطابهای قرآنی است به امت اسلام که به همه پیامبران، به همه کتابهاشون ایمان داشته باشند. اسباب اختلاف قرآن اینجا مطرح میکنه که میفرماید ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. وقتی انسان به کارش به بغی و تجاوز و تعدی برسد، یعنی سرکشی بکنه و قول خودش را برتر بداند و به دیگران حق ندهد که حرف بزنن، حق ندهد که مجادله کنن، بحث کنن، مناقشه کنن، گفتمان کنن، راه دموکراسی و آزادی بیان گرفته میشه، اون وقت است که این کارها به جدال کشیده میشه، به سرکوب کشیده میشه و مخالف باید از بین بره ولی اون که بر حق باشد. ولذا قرآن فرمود فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. کیا در این اختلافات هدایت میشن و به اون راهی هدایت میشن که خداوند پسندیده؟ اهل ایمان. اهل ایمان به کدوم؟ به چی؟ ایمان به کتاب الهی. اونهایی که به الله و کتابش و پیامش و رسالتش ایمان دارن، اونها از این اختلافات جان سالم میبرن. خیلی واضح و روشن است. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. البته اگر اراده و لطف الهی همراه باشد، اگر انسان مخلص باشد در ایمانش، خداوند بهش توفیق میده. و اگر انسان والعیاذ بالله خللی در ایمانش باشد و بخواد که مکابره کند، یعنی گردن کشی کنه بر علیه دیگران و سوء استفاده کنه و ابزاری استفاده کند از آیه و فهم قرآنی، اون وقت خداوند بهش اجازه نمیده. چون هدایت به اذن الله است. خداوند اراده می کند که این انسان مخلص مؤمنی که دنبال حقیقت را پیدا کنه. اما انسان هایی هستند که در حوزه هم خواندن و صدها کتاب شاید نوشتن، تدوین کردن در بینش های دینی و الی آخره، ولی اهل هدایت نیستن. چرا؟ چون به هر حال اون نوشته ها شاید اهداف دیگری را دنبال کردن. حالا ممکن اهداف اقتصادی بوده، میخواستن که کتاب بفروشند و دخلی داشته باشند. شاید اهداف اجتماعی بوده، خواستن از این خودشون رو مشهور کنند و الی آخره اهداف دیگری ممکن داشته باشه پشت این. ولی انسانی که مخلص برای ایمان در ایمانش به رسالت و کلام الهی و از الله تعالی به هدایت می کند و با اخلاص میگه اهدنا الصراط المستقیم، مطمئنا الله سبحانه و تعالی بهش توفیق میده و هدایت میشه. و اونجاست که الله سبحانه و تعالی میفرماید الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله کسی که خواست رو هدایت میکنه به راه مستقیم. این راه مستقیم همون فکر و بینش الهی است به مفهوم کلیش که قرآن بر اون تأکید کرده و از امت اسلامی خواسته که اون راه را در پیش بگیرند. اگر اجازه بدید تلاوت دیگری هم در اینجا
بله. اگر که اتاق فرمانلو کنند این سوره هم بشنویم، این قسمت از سوره مبارکه. بله بفرمایید. كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحیم. بله. خب با این تلاوت زیبا میرسیم به پایان برنامه و از خداوند منان و کریم و صاحب فضل و منت میخواهیم که همه امت اسلامی را به صراط مستقیم هدایت کنه، اون صراطی که راه کسانی است که براش انعام کرده، اکرام کرده، گرامیشون داشته. بارالله ما و بینندگانمون رو و امت اسلامی رو به راهی هدایت کن که دوست داری و اون صراط مستقیمه، راه قرآن و راه سنت و راهی که پیامبر بران بود، راهی که اصحاب گرانقدر و یارانش بران بودند، راهی که به بهشت منتهی می شود، در دنیا سعادت و در آخرت خوشبختی و رضای تو را همراه داره. و باز هم در فرصت‌های آینده به حول قوه الهی در خدمت شما خواهم بود و این بحث رو ممکنه به درازا بکشه در چندین جلسه، ولی ارزش آن را داره، چون قرآن کریم بارها و بارها از صراط مستقیم نام برده، ولی ما کمتر به فهم و بینش آن توجه داریم. امیدواریم که با این مطالعات بیشتر و تأمل و تدبر در آیات قرآنی کمی به خودمون، به زندگیمون، به گفتمانمون، به فکرمون، به اندیشمون دوباره دستی بکشیم و مروری بکنیم، بگیم واقعا ما همون بنده‌ای هستیم که خدا میخواد؟ آیا ما همون هستیم که باید بر صراط مستقیم هست باید باشیم، یا اینکه جاهای خلل داره و اشکال داره؟ اون رو برطرف کنیم تا فرصتی هست. شما را به خداوند منان و بزرگ